بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، در برنامه عملهای شبانه روزی در صحبت‌های گذشته از لحظه‌های بیدار شوی تا لحظه برآمدن به کوچه رسیده آمدیم. انسان گاه مجبور می شود و گاه مجبور کرده می شود که از خانه خود بیرون برآید، خواه برای مقاصد دینی مانند نماز جماعت، خواه به مقاصد دنیوی مانند طلب رزق. و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما چیزی از خیر نماند مگر هم دستور دادند، راهنمایی کردند و هر چیزی که برای انسانیت ضرر داشته باشد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را از آن منع کردند. از جمله وقتی که بنده به کوچه برآمدنی می شود برای ما یک جمله کلمه های را تعلیم دادند که بر فایده انسانیت هست و چقدر فایده داشتنش را همراه در حدیثی که امام ترمذی و ابو داود و غیر اینها روایت کردند میشنویم. عن انس بن مالك رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه الترمذي و ابو داود. حضرت انس خادم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادند که پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین فرمودند: وقتی که یه مرد از خانهش به کوچه می براید و اینجا مرد یعنی غالبا مرد را در نظر داشته شده است، برای اون که الله تعالی زنها را و قرن فی بیوتکن و شما در خانه هاتون قرار گیرید گفت. اکثری وظیفه زنها در خانه هاشون هست، لیکن زنها هم اجازتی برآمدن به کوچه دارند با شرطهای مخصوص. یعنی حدیث نه فقط برای مردها، هم برای مردها و هم برای زنها. هر کسی که از خانهش به کوچه می براید پس بگوید که بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. این یگان مشکل نیست. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. اگر همین جمله را گوید، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که برای همین بنده گفته میشد. شارح‌ها میگن که گوینده امکانیت هست که الله باشد، امکانیت هست که فرشته باشد. یعنی به شخصی که در وقتی از خانه برآمدن این دعا را میگوید چنین گفته میشد: هدیت و کفیت و وقیت. هدایت یافتی، به راه راست، به راه درست راهنمایی کرده شدی، و کفیت، برای تو کفایتی کرد، تو کفایه شدی. یعنی الله برای تو کفایه کننده است از آن مشکلایی که در همین برآمدن به کوچه احتمال سرزدنی هست. و وقیت، در حفظ و حمایه الله تعالی گرفته شدی، در پناه الله تعالی گرفته شدی. فیتنحى عنه الشیطان، شیطانی که در بیرونی خانه منتظر بود یک چید میستد، یا ناحیه میرد از این آدم، یعنی همراهی این آدم نمیرد. فیقول شیطان آخر، شیطان دیگری میگوید که کیف لک برجل قد هدی و کفی و وقی. تو دیگه چیکار میکنی اون مردی را که هدایت یافته شد، کفایتی کرده شد و در حفظ و حمایه و پناه الله گرفته شد؟ این بنده از قفاش رفتن فایده ندارد.
گفته شیطان دیگر به این شیطان که در زیر در منتظر بوده است چنین میگه. این حدیث در سنن ترمذی و ابو داود است. امام ترمذی سال 279 هجری از دنیا گذشتند. هم عصر و شاگرد امام بخاری از ترمیز، ملتشان تاجیک بود. این حدیث را روایت کردن، یعنی این حدیث با سند خود تا حضرت انس خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم تا پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان حدیثی بافته یا ساخته نیست که مردم را فریب کرده شود، یعنی کتابی متقدم است و شیخ ناصر هم حدیث را صحیح گفتند. خلاصه در این حدیث فضل و عظمت و بزرگی، این یه جمله دعایی که در چند ثانیه ها گفته میشد، ما و شما میبینیم که از جانب الله تعالی به این بنده گفته میشد که هدیت و کفیت و وقیت، ای بنده بعد اینکه این دعا را کردی تو راه راست را نشان داده شدی، به تو کفایه کرده شد الله تعالی و تو را در حفظ و حمایه‌اش نگاه داشت. شیطان هم ناامید شده دیگر یک ناحیه میرد، همراهی این بنده نمیرد، بلکه یک شیطان دیگر با اومده میگوید که دیگه چیکار میکنی اون مردی که هدایت یافته شد و کفایتی کرده شد و در پناه الله تعالی گرفته شد. یعنی امیدت را از این آدم کن، همراهی این آدم آواره شده نرو که به مقصدت نمیرسی. این یکی از دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی برآمدن از خانه گفته می برآمدن. دعای دیگری حدیث ام سلمه هست، مادر مؤمن ها رضی الله عنها و ارضاها، گفتند که ما خرج النبی صلی الله علیه و سلم من بیت قط الا رفع طرفه الى السماء فقال اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم واجعل يجعل علي. رواه ابو داود و ابن ماجه و صححه الالبانی. خب این حدیث مادر مؤمنه ام سلمه هست، همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم. مادر مؤمن ها گفتن که هر وقتا که پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانه من به کوچه می برآمدند، یعنی یگان مراتبه نشده است که این ذکر رو نکرده باشم، الا رفع طرفه، مگر هم چشمشون به سوی آسمان میکردن. از خانه برآمدن زمان به آسمان نگاه میکردند و میگفتند که اللهم، یعنی ای الله، اینی اعوذ بک ان اضل، من به تو پناه میطلبم اینکه کسی را گمراه کنم. یعنی مبادا نشود که من سبب گمراهی یک آدم شوم، از راه الله تعالی زنم و اون آدم تا قیامت گناه کند و به دوزخ رود و من سببگاری همین شوم. نعوذ بالله. اینی اعوذ بک ان اضل او اضل، و من به تو پناه میطلبم که از جانب دیگر کس گمراه کرده شوم. کوچه که برآمدید گمراه کننده ها بسیار است، شیطان های انس و شیطان های جن است. به الله تعالی پناه میطلبید که ای الله، من به تو پناه میطلبم این که کسی را گمراه کنم یا کسی دیگر مرا گمراه کند. ان اضل او اضل معناش همین، او ازل او ازل، من پناه میطلبم که با به گناه یا بدعت یا به کار ناشایم نلغزم یا لغزانیده نشوم، یعنی خودم هم نلغزم، یک کس من تیله هم ندهد. در پناهت مرا نگاه دار. او اظلم او اظلم، ای الله، من به تو پناه میطلبم که به کسی ظلم کنم یا کسی دیگر به بالای من ظلم کند، یعنی ظالم هم نشوم مظلوم هم نشوم. ای الله. این بسیار وقتی کم میگیره، هر دو دعا 1 دقیقه وقت نمیگیرد برادر عزیز، چند ثانیه. همین در کشاده با برابری پوشیدن دعا تمام میشد. من به تو پناه میطلبم که به یگان بندگانت یا مخلوقاتت ظلم نکنم و برای منم یگان کس ظلم نکند. این حدیث دلالت میکند که انسان کوشش کند که بر بالای او هم هیچ کس ظلم نکند، او هم برای کسی ظلم نکند. بعد گفتن که او اجهل او یجهل علیه، من به تو پناه میطلبم که نسبت یگان بندگانت جاهلی کنم
بیسوادی کنم، نادانی کنم و این چونین من به تو پناه میطلبم که نسبتی منم یگان کس جاهلی نکند، بیسوادی نکند. روایت ابو داود و ابن ماجه. ابن ماجه سال 273 از دنیا گذشتند. یعنی همه اینها در یک عصر و در یک زمانه زندگی کردگی هستند. خب ابو داود 275، امام ابن ماجه 273، 2 سال فرق دارد. خب این دو ذکر را وقتی از خانه برآمدن میگویید. یک مراتبه هر دوشا یک جایه کرده میخونم. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. تمام در حفظ و حمایه الله هستید، توکل به الله کردید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به الله تعالی توکل کند الله تعالی برای او کفایه کننده بسنده هست. و از بعضی گذشتگان ما هم در روایت های صحیح ثابت شده است که میگفتند که سلم منی و سلمنی، سلمنی و سلم منی، پروردگار منو سالم نگاه دار. یعنی از کسی نسبت من ظلم، بی‌آدابی، بی‌سوادی، بی‌حرمتی کرده هم نشود و از من هم مردم را سلامت نگه دار. یعنی به کسی با زبان و با دستم اذیت ندهم، برای من هم کسی اذیت ندهد. گفته دعا میکردم. این حدیث بسیار به بزرگی شریعت اسلام و به غمخواری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند که برای ما هر عملی که فایده دارد بیان کردن و هر عملی که برای ما ضرر دارد ما را از آن آگاه کردن و حذر کنانیدن تا اینکه برای ما در این دنیا و در آخرت آسیبی نرسد. والله تعالی اعلم.